میلی مادرم نبرآمده خواستند مرا به شوهر دهد به یک مردی که سن و سالش برابری پدرم است. من در شب فاتحه هم به انقره گریخته آمدم. کار میکنم، رزقم رو مییابم، ولی با اون پیر اویله‌دار نمیشوم گفتم، اما نشد جناب. خویشاوندان خواستند حیاتم را پوری عذاب کنند. با یک عذاب ناموسم را حفظ کردم. میکنند دخترم، میکنند. به ناموس ها کم نیستند. میکنند. فهما اکنون گریه نکن. اگر خواهی مرا همچون پدر یا این که اکدان، من بعد کسی به تو ضرر نمیرساند. من بعد ما هستیم. همین خیلی نیست درویش؟ تشکر جناب. لازم نیست. درویشین خیلی میکنیم. حالا خواهرم گلسوم را به یگان جای بهتر جایگیر کن. بعدتر با او یگان خانه میتوانیم پیدا کنیم. فهما؟ خوب جناب. جناب خدا از شما راضی باشد، ولی من چطور خوبیتان را برگردانم؟ با من کار دهید. چای دم میکنم، ظرفها را میشویم، خلاص هر کاری باشد میکنم. نمیخواهم که به کسی محتاج باشم. فهمیدم. این طور که باشد پگاه تو به آفیس آمده با کار شروع کن. فهمیدی؟ خدا از شما راضی باشد. خواهرم گلسوم، اگر تو پس از هر سخنم دستم رو ببوسی کارمان بسیار میشود. رفتیم گلسوم، به اینم جناب زخم دارد. رفتیم. تشکری زیاد جناب. خدا یارت باد. با شما روزی خوش. آیاز. ای خدا، این در اینجا چی کار میکند؟ خدا نگاه داشته از پسرم. خدا نگهبانت باشد. تشکر، اما من نه. جناب تحسین زخم دار شده است. تو به زیارت او آمدی؟ نه، من جناب تحسین را نمیشناسم. خدا را نیز نگه دارد. وقتی که در آینه نیلگون دیدم بسیارتر از تو خواطر شدم. شکر که خوب هستی. خوبم. تو چی؟ شکر. وای ایاز جان، حجت ها در درون ماشین است. اگر بیکار باشی بیا آن کار را حل کنیم. چی میگویی؟ کدام کار را؟ چه خیلی کدام کار؟ بله. آخر با تو زمین هایم را میفروشم گفته بودی. زمین ها مایلش به فکرم سراسیمه نیستی. حالا جنابی تحسین میبراید، او را به خونش میبرم، بعد حل میکنیم. میشود؟ اگر خواهی بیا این خیل کنیم. آخر تکراران آید این چیز صحبت کردن بیهوده است. بهترش پگاه در نزد بینای گیالوگیای زمین وا میخوریم. چی فکر داری؟ میشود. مایلش خیر. سلامت باش. خدا نگهبانت باد. سگ. خواطر نشوید. به خطری آدمی انتخاب کردم رو خودم نظارت میکنم. وعده میدهم که با ضرر دیدنی کسی از شما راه نمیدهم. این رو فراموش نکنید. دست و چشمانم همیشه در نظارت شماست. برای محافظت شما چیزی که از دستم آید میکنم. تو چی نام داشتی؟ جانم. Sevgi. Sevgi istedi. دیگران می توانید روید. جناب تحسین شفای کامل. میگویند که احوالتان خوب است. شکر میکنم که خوب هستم. سلامت باشید. میدونید که با تروریسم هدف شده اید. آیدی اون حمله خائنانه یگان گفتنی دارید؟ یگان کار میکنید جناب تحسین؟ رفیقان، راستی گپ حالا میخواهم که رفته در مسجد نزدیکترین نماز جمعه را خوانم. با اجازت شما. ببین
چگونه هوا بلند شده است. باید از سرش میپراندم، اما با دستان خودم او را قهرمان کردم. هیچ گپ نه، حالا میرویم و قهرمان اساسی را نشان میدیم. جناب تحسین، همراه شما به مسجد رویم. رفیقان، برای به مسجد رفتن از من اجازه میگیرید؟ کسی که عبادت کردن خواهد مسجدهایمان کشوده است. جناب کلیچ برای خبرگیری آمدید. جناب کلیچ، وقتی که بمب ترکید شما در آنجا بودید. حادثه چطور به وقوع آمد؟ رفیقان، اینجا جای روایت های قهرمانی نیست و اجازت دهید که با جناب تحسین عرض زیارت کنم. با اجازت شما. احسن جناب تحسین، میبینم که به پا خستید. خرسند شدم. خداوند شما بر این انسان نیک را به همه امان بخشید. برای وطنمان و ملتمان خداوند نگهبانتان باد. ظفر، چه خیلی که شنیدم مرا شما نجات داده. استغفر الله. تشکر زیاد. سلامت باشید. همچون وطن پرور وظیفه‌ام را اجرا کردم. این وظیفه ماست. شبهه ندارم. نمیخواهم که وقتتان را بگیرم. شاید شما به خانه‌تان رفته با عائلتان استراحت میکنید. اصلا به خانه‌ام نمیروم. میدونید که امروز جمعه است. همراه رفیقانم به نماز میروم. اگر خواهید با ما همراه شوید. در منطقه کاری امان ما مسجد داریم و نمیخواهیم که نماز خواندن ما را ببینند. وقتی که از دل نیت کردی مگر مکان اهمیت دارد؟ مرحمت همراه میرویم. ندارد، البته حق هستی. این طور باشد با شما همراه میرویم. رفتیم نباشد. مرحمت. التماس گریه نکن. چرا من؟ چرا از بین اینقدر دختر مرا انتخاب کردید؟ یگان سبب ندارد. تنها مجبور شدم که یکی را انتخاب کنم. همش همین است. وعده میدهم که به تو یگان چیز نمی شود. به من باور کن. فهمیدی؟ فراموش نکن که آدمی بدام گرفتار میکرده بسیار نیک است. باید او را از این کاری افلاس نجات دهم. من به تو آیدی آن مرد معلومات میدیم که تو دقت تشکیلات رو مشغول کنی و تو باشی گویا که خودت فهمیده باشی با آنها دسترس میکنی. همش همین طور کسی ضرر نمیبیند. بسیار خوب. حالا باشد تیار شو. کمی پس برای بردن تو میآیند. به تو تنها ضرور میآید که به همش خوب شده است گویی. باقی موندهش رو من خودم حل میکنم. تنها یک نماز نمیرسید. باز این بسرم آمد. نماز آخران خواندم رو در یاد ندارم. آخر نمیدونم. این کار چخیل میشه؟ جناب، ما کمی در یاد دارم. اول باید چی کار کنیم؟ چی کار میکنیم؟ اول دستانمان را به قفای گوشمان میبریم. دستانت را فرار. در اطرافمان روزنامه نگاران هستند که ما را شرمنده میکنند. نشان نداده نقد کن. فهمو جناب، اما نشان نداده نقل کردن نمیتوانم. نشان نداده نقد کن. دستانمان را با گوشمان بردیم، بعد چی؟ پس آن با قدری یاد داشتم 2-3 مراتبه خم شده. انا بعد راست میشویم. درست ظفر، لیکن در بین حدیث بود، حادثه بود. این چی بود؟ آن رو نقل کن. سوره جناب، سوره. گفته شما دیگر است. حدیث باشد تماما دیگر چیز است. حدیث و جناب، منم پورا نمیدانم. حاضر به یادم نمیآید. آخر نماز را در دل میخوانند و شما تنها لبانتان را جنبانید کفایه است. فهمم.
این نماز رو شرمنده نشده از سرگذرانیم بسیار خوب میشه. دیگر چیزی نمیخواهم. شرمنده نشویم شد. آمدیم به طرف راستگاه. سلام علیکم. چی حال داره؟ خوب هستید؟ خوش باشید، خوش باشید. محترم رئیس خوش آمدید. خوش باشید، خوش باشید. اینها با کجا می روند؟ جناب قلیچ طهارت نمی کنید؟ هنگامی از خانه بر آمدن طهارت کردیم. یعنی به طهارت نمی گردم میگویید؟ تا قدر امکان. خدا قبول گرداند. ریاکار. جناب پای افضال ها رو میبراریم. میدانم ظفر، میدانم. ما چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ بشینیم یا اینکه راست استیم؟ همه نشسته است، ما هم می نشینیم. آهسته، تو چی کار میکنی؟ در اینجا بشین و مانند کدو در پیش من راست نیست. این همه که پیر رو تقلید میکنیم، در حد اقل او رو تقلید میکنیم. بشین. جناب آمدند. مرا گوش کن. آدمانی در اطراف تحسین بوده را با دقت ببین. فراموش نکن همه‌شان شبه نکن. جناب من حالا به این عمق نگاه کنم یا اینکه به آنها؟ ظفر سفسطه نخوان. به این هم عصبی شدم. یک به این نگاه کن، یک به آن. خواطر نشو، همش خوب می شود. خانم پرویز فرحی زنگ زد. خیر؟ آید قطع کردن عملیات خبر داد. برای چی؟ دست کشیدن؟ نه دست نکشیدند. برای این وظیفه پرویز فرحی جاسوسان خود را وظیفه دار میکرده است. چه خیلی یعنی؟ خانم این حالت نازک است و نمیخواهم که در این کار ناکام شوم گفت. این ناممکن است. کی بودن جاسوس رو فهمیدی؟ یکی از شاگردان خودش است. دختری که تحصیلی مخصوص گرفته است اما شناسنامه‌اش مخفی نگاه داشته می شود گفت. خدای توبه، شاگردی او به مانند خودش بیرحم است. آنها تا با مقصد نرسند خاطرشان جمع نمی شود. خدایا جناب تحسین را محو می کنند. بشیر
بیچاره حیف می شود. ба Парвиз Фараҳӣ саломамро расон. ӯро ба дом афтондам ва боз ҳамдеҳаи дарвеш Гулсуми ҳақиқиро фавран яктарафа кунем. خدا قبول کند جوانی بدبخت. آمین. انشالله خدا تنها نمازهایمان نه بلکه دعاهایمان را نیز قبول میکند. شاید انا آنگاه از ریاکاران این وطن به پررگی نجات یابیم. آمین آمین آمین. اما تو وقت آخر بسیار پیش رو هم میبرایی. احتیاط شو که سرت را پخش نکنم. به دیدنی من عادت کنی خوب میشود. چون که با تو حساب کتابی زیاد داریم. قلیچ دهن. تو برای خونهای ریزانده‌ات جانهای گرفته‌ات تا حال جواب نداده ای. تو آیدی چی سخن میرانی؟ تو خوب میدانی که من آیدی چی سخن میرانم. به افسرانی جوان رحم نکردی و من هم به تو رحم نمیکنم. تو باز نترسیده مرا تهدید میکنی جوانی بدبخت. جناب میتوانیم رویم؟ خدا قبول گرداند قبول گرداند. خواطر نشو حالا باز وا میخوریم. خدا قبول گرداند جناب تحسین. از شما هم چی شد؟ هیچ چیز نه. دومش رو زیر کردم او باشد داد زد. شخص حجت ها رو به تحسین دسترس کرده را یافتیم. یکی دشمنمان را یافتیم. از این میبراید که برای همین در اطراف تحسین دو میزند. در خانه استا خرید هم وی بود. سوش را اون نیز به حبس گرفتار کرد. آیدی کی سخن میرانی جناب؟ چه خیل آیدی کی یگید؟ آیدی دشمنمان جوانی بدبخت عیز. دشمنمان عیز است. عملیاتی معتاد را نیز میدانست. امروز باشد مخفیانه ما را تهدید کرد. خون شهیدان گفت. از این میبراید که شخصی طریق تلفنی به سیم گپ زده با این در تماس است. وگرنه چون این کودک در این جاهای چی وابستگی دارد؟ از گریبانش گرفته به اینجا میاری یگید. اگر لازم آید پسترش را کنده گپ میزنی. اگر گپ نزد عذاب میدهی. با این راه هم نشود به سرش تیر میپرانی. همین طور میمیرد. اما او را در اینجا دیدن میخواهم. اکنون رفته او را به نزد من بیارید. ظفر تو هم همراه با او میروی. لازم نیست. من خودم حل میکنم. همراه روید. نمیخواهم که معما شود. زبان نگه دارید. یگان کس خبردار نشود. زود باشه. اطاعت جناب. رفتیم. شما در کجای دکه؟ کودکی غریب سخنی مرا به شما نرساند. اوف چند روز باز چشم به راهی شمایم. اوف صد افسوس. آنجا چی گپ است؟ به فکرم صدمه رخ داد. آیسته به پیشت نگاه کن. برادرم.
کوراستی این چیز من با خوتی پرتو صحبت کردم. سلام برادر، خوب هستی؟ تو هم به مانندی من شدی ها؟ درونت پر از پرتو شده است. تو حال میکشانی. درونت را خالی کن، به من خالی کن، گپ زن، من گوش میکنم. بله، سخت مست است. با قوطی پرتو صحبت میکند. با من گوش کن. لباساش تازه می نمایند. انیخوای پول دارد. بیا زود کار کنیم. ما چرا ایستاده ایم؟ بیا راه گرد رفتیم. آی این بچه ها چی کار کردن یا؟ با فکرم غارت قرارنم. بگذار چشم آنها مرا نبیند. چرا به اینجا اومدیم؟ آیاز را باید ببینیم. شاید در اینجا باشد. تو رفته بین. من در اینجا میستم. شاید ماشین رو دیده گریزد. باید با تدبیر باشیم. بسیار خوب. تلفن زنگ میزند. تشکر، اشتیایتم. گل جواب ده. گل جواب ده. از برای خدا به تلفن جواب ده. ای دختر زودتر. تلفن زنگ میزند. زود راه گرد. آمدم. زودتر زودتر. الو؟ الو؟ خاموش کردند. اپا میبخشی و مثل سنگ پشت راه گردی البته این خاموش میشود. تا سحر زنگ نمیزند کو. چرا تو به من دوی ما اپا میگویی؟ من پیر می نمایم؟ چرا تو را اپا میگویم؟ چی گویم اپا؟ اجی نگویم. نیستا. من تو رو چی میگویم میدونی؟ من تو رو ینگه گل میگویم. ینگه. سفسطه نخونه است. در اینجا هم نیست. کجا باشد این سگ؟ قماندان، تا حال ایاز را پیدا نکردیم. همه جای را دیدیم اما نیست. گویا که زمین کفیده او را فرو برده باشد. چه خیل نیست؟ چه خیل نیست؟ به خانه خالد نرفتید؟ جناب، حالا در همین جاییم. فهما، از آنجا دور نشوید. در آخر به پرتابگاهش می آید. گوش کن ظفر، اگر جوانی بدبخت را دستگیر نکنی با تو مناسبتم را دیگر میکنم. فهمیدی؟ در کجایی که بینی دست و پایش را بسته به من بیارید. اطاعت جناب. با کجا پنهان شدی ایاز؟ با کدام سراخی در آمدی ها؟ با کدام سراخی؟ جانان چرا بر وقتتر به یادم نآمد؟ البته او میداند. جانان میداند.
با تو صحبت کردن خیلی شوق‌آور بود چمپیون. پگاه باز در همینجا فهمیدی؟ خیر تا باز دید. ایستا. شما کیسته؟ چی شد؟ زود امیانت را برار. از من دور شوید. با من مشغول نشوید. بسیار گپ نزنو. امیانت را ده وگرنه تو را میکشیم. دفع شو. گمزن آخی امیانت را ده. گمزن زبانت 1 کیلومتر بود. گمزن آخی چرا دامت را گرفتی؟ در آنجا باز چی گپ شد؟ بی‌ادب ها این بیچاره رو لطو کوب میکنن. حالا من به شما نشان میدهم. این نمیشود. چرا با من نگاه میکنی؟ زود امیانش را بگیر. هی! به این آدم کاردار نشوید. به خدا شما را پاره میکنم. با همین چوب دهان و بینیتان رو یک میکنم. از اینجا روید. جناب خوب هستید؟ به شما چیزی نشد؟ بیاز یاری ده بیاز. بچه ها شما کارتان رو دوام دهید. به ملال این پلید رو زدن گیرید. اگر خواهید با این چوب بزنید. گیرید. این بیوه چیه؟ دیوانه است مگر؟ بیاز نرو ایستا. بیاز نرو. بیا برادر این کار را به آخر رسانیم. از من دور شوید. به من نزدیک نشوید. ما را مجبور نکرده امیانت را برار. نزنید. سر دیه. نزنید. ایستا برعکس. تو چی کار کردی؟ این رو کشتی؟ ای برادر امیانش را پرتو میگریزیم. Yok teşekkür ederim. Bu yeterli. مادر چیکار میکنید؟ پسرم کلان شده ای اما تا حال خورا خورده نمیتوانی. مثل کودکانی میرزونی یا اینکه تو هم با پدر قشلاقیت مانند شدنی. آخر شما افلاس کردید. زحمت باشد هم خودت چنگک رو گرفته خوراکت رو خور پسرم. رفته بین درو کشو زودتر. مادر بهتر شما رفته در را بینید. درو کشو. اگر پدرت باشد با او بگو که مادرم از غم و غصه کسل شده از جاش خسته نمیتواند. حالا ایست آینه نیلگون رو خاموش کنم. اوه خدایا از آنها باید بترسیم. آخر 60 ساله شدید تا حال نیرنگ میکنید. 60 ساله؟ خیر 55. 55؟ 50 روزی شوید مادر. با تو 50 رو نشان میدیم. یا توبه یک طرفیست. جانان در کجایی؟ این دختر در کجاست؟ جانان در کجایی؟ زود پایم فرا. 1 دقیقه من با شما یاری میدیم. چی مشکلی داری؟ تو یک طرفیست ای زن. جانان مرا بالا نبرآورده با پایم فرا. چی شد؟ چی شد؟ گوش کن. او در کجاست؟ آن سگ در کجاست؟ آیدی کی میگویی؟ گوش کن. نیرنگ نکرده. به من جایش را بگو. آیدی ایاس. هی برخیز. بهوش شدی؟
ای قاتل برخیز در خانه‌ات خواب رو. ای رزیل برخیز. خدایا این مرده باشد. اوف با فکرم هنوز نمرده است. اوف ای خدایا باز سرش آسیب جدی ندیده باشد. اگر بمیرد به سرم بلا می شود. بیا برخیز. با تو برخیز گفتم. بگو آن سگ در کجاست؟ قسم میخورم که تو و او را میکشم. نمیدونم آخر نفسم گرفت. بگو در کجاست؟ به من دروغ نگو. میدانم تو با آن شخص حالا هم وا میخوری. دختر اگر یگان چیز را دانی پدرت را عصبی نکرده بگو. این پدری من نیست. ها حالا همین خیل است. حالا میبینی که من چیکار میکنم. جسد آن سگ را آورده پیش پایت میپرتایم. فهمیدی؟ تو را با پسرم آیله دار میکنم و در تویتان رقص میکنم. به همه چیز آماده باش جانان. انا همین طور. اپا خوب هستی؟ آیاز نبیا دادرم. التماس میکنم نبیا. آها با خدا که او می آید. با فکرم خطایی نیست. ایش او نبوده است. این لعنتی کجا شد؟ آخر در اینجا هیکل شدیم. لبای گل مادر وای تو چی کار میکنی؟ آخر قمدان خیلی با کسی نگوید نگفت. الو گل خواطر نشو. یگید همراه من است. همراه هستیم. شد تمام. مالش خیر. تو در خوابی من چی کار میکنی؟ دختری دیوانه. من کجایم؟ من چی شد بیاز؟ دیشب تو را فوتبال کردن. بعد به زمین افتیده سرت رو کفاندی. من تو را به بیمارخانه آوردم. البته این قدر نوشی چیزی در یادت نمیموند. در واقع این رو هم گیر باز دوزی نگویی. چرا مرا نجات دادی؟ کاش که میموندی که میمردم. چرا نجات دادی؟ مادرم، پدرم و دختری دوست داشتم از من روی گردانده. تو چرا مرا نجات دادی؟ بیاز مگر تو دیوانه هستی؟ مگر من به این سزاوار هستم؟ یا اینکه من با آدم مانند باشم؟ افگار شدم بیاز. از زندگی کردن افگار شدم. با پدرت فرزندی شایسته شو سوش. سرخم نکن. دائما سربلند باش. تو نسبی دهن را داری. زن شکن پاره پاره کن سوش. میدونی که من مانده شدم. از زندگی کردن خسته شدم. کاش که میموندی که من میمردم و خلاص میشدم. چرا مرا نجات دادی؟
Ayaz, savor shav. Qani zud savor shav. Tinchi ast apa? Maro ta'qib mikuni? Bale, muxlis Ашади tu hastam. این خیلی باشد بسیار خوب. به شما امضای من لازم اپا؟ با کجا می روی؟ با مرکز گیالوگی. با قادری خوشی و میخورم. تینجی است؟ من یک مقدار زمین دارم. او خریدار شد. خلاص میفروشم. توبه توبه. به کسی نگویید. او پولی خوب میدهد. قادری که من میدونم تو فایده نبیند گناه شخصی رو نمیدهد. باز یگون نیرنگ نکرده باشد. اهمیت نده اپا. به این هم فروختنی بودم. جناب هالدون به من برای کارهای شایسته هم داده بود. حالا نمیخواهم که زمینی او در نام من باشد. خوب رفتی. تو خودت میدونی. این طور باشد تو رو میبرم. چه خیل نیافتید؟ چه خیل نیافتید؟ این طور باشد این شخص به کجا گم شده است؟ آخر پرنده شده نپریده است؟ گوش کنید. مرا با دقت گوش کنید. یگان روز کرده های ما را فاش می کند. فهمیدید؟ تنها آن جوانی بدبخت می داند که دشمنی ما کیست. حالا باشد رفته آن شخص را به نزد من بیارید. ایاز را به نزد من بیارید. زود. نیافتم نگویید. تو برو. من به حاجت خانه می روم. مایلش زودتر بیا. اپا تلفن زنگ میزند. جواب ده آخر. کار هستی؟ جواب نمیدهم. چرا؟ از روی تو شده. دیگر با جانان دروغ گفتن مانده شدم. این جانان باشد؟ احتمال باشد. با تلفن جواب ده گل. جواب ده. گل زود. باره باشد هم در وقتش با تلفنم جواب ده. جواب ده. اوف عصبی شدم. عقلم بردارو بگو که اون نیست. لابای جانان تویی؟ تلفن رو خاموش کرد. با حاجت خانه رفتنی بودی؟ دروغ گفتم. چه خیر؟ تو چی کار میکنی؟ بگید. تو چی نیرنگ میکنی؟ کوشش دارم تا با دوست داشتم صحبت کنم. از دیروز است که از من دور نمیشوی. برای همین دختر خواطر شده است. آها. ای گل ها؟ گل رو دوست میداری ها؟ با خدا که ما فهمیده بودم. قسم میخورم که ای بچه اعتراف کن. گل رو دوست میداری ها؟ باز او اپا از برای خدا گوشک را بردار. نیست بگو. چیزی بگو. مرده است بگو. دیگر زنگ نزند. بس است. مرحمت. این دفعه تو چی کار میکنی اپا؟ الو ایاز خیریت که آوازت را میشنوم. چی میگویی جانم؟ برای چی به ایش زنگ میزنی؟ چی میگویی؟ چی مقصد داری؟ گپ زن. ایاز باید عاجلا صحبت کنیم. ایاز التماس میکنم. باید آید موضوع مهم صحبت کنیم. وعده میدهم موضوع کهنه را نمیکشایم. الو ایاز خاموش نیست. مرا میشنوی ایاز؟ پس از نیم ساعت تو را در نزد کود انتظار میشوم. امیدوارم که می آیی. اقلا به خاطر دوستی کودکیمان بیا التماس.
چی میگوید؟ میخواسته از صحبت کند، مرا انتظار بوده است. خیر؟ چی خیر؟ این خیر ندارد. این مسئله تمام شد. چخلی که اکاد میگوید درست بوده است. یک روی حقیقی است. بله همین خیلم. چی شده است؟ زود این سگ رو یافتم گوید. زود. الو؟ آوازت نمی آید. ایپک همسری هلدون هستم. کی؟ ایپک مادری جانان هستم. چی میخوایی؟ چی میگویی ای زن؟ با فکرم ایاز و جانان وا میخورن. این خبر رو نگوید که از من شنیدید. تو چی گفتی؟ کی و در کجا؟ گپ زن ای زن. از نیم ساعت در نزد کل وا میخورم. الو؟ بی تربیه. داو که پدر جان تو رو انتظار است. مرحمت. تشویش کشیدی. تشکر خیر. ایاز در رو محکم کن. ایاز روزی شهید شدن یک کم رو در یاد میارم. روزانه میخواست که با من صحبت کند. شاید شهید شدنش رو حس کرده باشد. نمیدونم، شاید آخرین سخنهایش رو میگفت. میدونی من چی کار کردم؟ با رفیقم وعده دادم، گفته سر و سیموار با آغوش گرفته بر اومده رفته بودم. سخن آخرینش رو نشنیدم. حتی گپ زدن نتوانست. بعد از آن فهمیدم که هر روز آخران روز و هر سخن آخران سخن بوده است. نمیدونم ایاز، نمیدونم تو این رو چه خیلی میفهمی، اما ظفر، آن سگ رو پیدا کردیم. او رو در ساحل کولی ماگن شکار میکنیم. فهمیدم جناب. زود میآییم. قماندان ایاز رو از ما هم بر وقت یافته است. چی خیلی یعنی؟ دستگیر کرده است؟ با او دام گذاشته است. کمی پس به دام میافتد. این ایاز در کجا بوده است؟ با کلی ماگان رفته بوده است. در آنجا با جانان با میخورده است. بعد از آن فهمیدم که هر روز آخران روز و هر سخن آخران سخن بوده است. تاکسی! انتظار شو جوانی بدبخت، عجلت می آید. چی شد؟ گرم شدی؟
алло алло ин аязро чӣ хел мо ба гап медарорем? фарҳод бо усули ҳар вақта мекунем, азоб медиҳем. яъне ки ин аязро азоб дода ба гап медарорем, ҳамин хел? худоя тавба. аязро дар куҷо шикор мекунем гуфтӣ? охир гуфтам ку ба назди соҳил меояд. охир кули моганро фаҳмидам, аммо дар он ҷо дар куҷояш шикораш мекунем? дар ҷангал намекунем, вақти даромад дастгир мекунем. ту хуб ҳастӣ? ақли ту дар ҷояш аст? хубам, аммо каме асабӣ шудаам. умедворам ки то рафтани мо ба аяз касе хабар намедиҳад. худоя тавба, ба аяз дом сохтанд. аяз нарав, ба назди ҷонон нарав. аяз бояд барвақт равам. гул зудтар бош. тезтар ба он ҷо рав гул, аз мо пештар ба он ҷо рав.